دست شما در نکنه. تشکر میکنم از خانواده محترمم که اومدن دنبالم و وظیفه خانوادگیشون رو به نحو احسن انجام دادم. بنده خواب کاملی داشتم، صبحانه کاملی خوردم. با اجازهتون رفع زحمت میکنم و به دل طبیعت برمیگردم. این بالا روف گاردن هستش که رحمت و بهتا. رحمت عزیز فداش بشم. من خیلی هم خوشحال میشم که همراه ما بتونه تشریف بیاره. منتها این همه راه تا تاجیکستان من سلا نمیدم، ایشون زحمت بدید. نه داداش چه زحمتی؟ حاجی جان فدای تو بشم، من یه شاگرد نیاز دارم یا نه بردست من باشه؟ آقا وردست میخوای؟ من در خدمت هستم. بهداش عزیزم فداش بشم. 2 متر قد و بالا در خدمت دلا میشیم، راست میشیم. کار چیه؟ نه این کار شما و بهداشت عزیز نیست. عزیز ایشون نه تخصصی داره، نه پای یکی داره، نه چیزی داره. بعد معذرت میخوام، رو زمین صاف خدا رحمت داره راه میده، خودش جافا میده میخوره زمین. بعد ما بهش بگیم بیا بشی پشت ابوالهول، من اعتماد نمیکنم. من باید بیام. باشه عرسو بهداشت دایی میشه یه لحظه بیایی دم در کارت دارم، این کار واجب دارم. ببخش یه لحظه. کیف کردی، من به خاطر تو گفتم رحمت نیاد. میدونم. میدونی فهمیدم دلت نیست. برای چی باید بیاد؟ نه رحمت برای چی باید بیاد؟ میدونم ولی باید بیاد. ها؟ باید بیاد. به چه دلیل؟ به این دلیلی که آقا این ماشینه، این کمپر خیلی دردسر داره. کار من و تو هم نیست. چه کاره؟ هر حال آقا تو حساب کن این عرسو خیلی بخواد کار بکنه فقط پشت فرمون باشه. مخزن کی میخواد خالی کنه؟ چی میگی؟ مخزن داره؟ آره اینو باید خالی بکنه. شما با این جایگاه میخوای مخزن خالی کنی؟ نه منم که جنگی بیمه، سرشناس بیمه، فقط یه نفر میمونه دست به نخ. زحمتی؟ فدات بذار بیا. بفرما برای خوش بفرما عزیز. قربان فدات بشی. بزرگواری ببخش.